خب برادر دیگری پرسیده است که افطار دادن چی ثواب داره؟ البته افطار دادن ثواب زیادی داره برادر عزیز بزرگوار، که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند درباره فضیلت ثواب افطار دادن، که این حدیث ترمذی روایت کرده است از حضرت زید ابن خالد. خب خالد جهنی رضی الله تعالی عنه گفتند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. گفتن هر انسانی که یک شخصیت روزه‌دار افطار دهه، برابر ثواب روزه گرفتگی اون انسان این شخصیت ثواب میگیره. یعنی یک انسان وقت افطار داده، چی قدری که همون روز انسان روزه‌دار ثواب گرفته بود، برابر ثواب روزه اون شخصیت ثواب میگیری، غیر از این که از ثواب اون انسان روزه‌دار چیزی کم شوه. او همون ثواب روزش خودش میگیره، اما پروردگار بزرگوار از فضلش، یعنی از بزرگواریش، با همون ثواب برای انسان‌های یعنی افطار دهنده عطا میکرده است. در روایت دیگر که این حدیث سلمان فارس رضی الله تعالی عنه روایت کردند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که من فطر صائما کان له عتق رقبه و مغفرة لذنوبه. گفتن هر انسانی که یک انسان روزه‌دار افطار دهه، ثواب یعنی غلام آزاد کردن، ثواب اینو میگیره که یک غلام را آزاد کرده است، خیلی ثواب بزرگ داره و خداوند گناههای او شخصیت میبخشه، مغفرت میکنه گناهاش. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدند قیل یا رسول الله لیس کلنا یجید ما یفطر صائما. شخصیت گفت یا رسول الله همه ما دارنده نیستیم، یعنی همه ما نداریم اون قدر یعنی طعام و دارندگی که روزه‌دارها را افطار دهیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که خب یعطی الله هذه ثواب من فطر صائما علی مزقة لبن او تمرة او شربة ماء. گفتن خداوند همین ثواب براش نصیب میگردونه، یعنی ثواب غلام آزاد کردن و گناهاش خداوند میبخشه. شخصیتی که یک روزه‌دار افطار دهه با یک نوشیدنی شیر، یا اینکه با یک دانه خرما، یا اینکه با یک قطره آب، یعنی اگرچه یک دانه خرما یا اینکه یک قطره آب یا یک یعنی نوشیدنی شیر هم اگر برای روزه‌دار دادی و افطار کرد، خداوند همون ثواب پیغمبر بزرگوارتان برات یعنی که نصیب میگردونه. و من اشبع صائما کان له مغفرة لذنوبه و سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجره شیئا. گفتن هر انسانی که یک انسان روزه‌دار یعنی که سیر کنه، طعامش بده که به سیری بخوره، خداوند او شخصیت از حوض من یعنی از حوض کوثر سیراب میگردانه، ابدی دیگر او انسان تشنگی را نمیبینه و خداوند گناههای او انسان را میبخشه، مغفرت میکنه، یعنی گناههای انسان افطار دهنده را. و پروردگار بزرگوار برابر روزه گرفتگی همون روزه گیرنده برای این انسانی که افطار دهنده ثواب میده، یعنی برابر ثواب همون، یعنی چند نفری را که اگر در یک روز افطار دادی، برابر مثلا 10 نفر رو اگر افطار دادی، ثواب 10 روزه ماه رمضان خداوند نامه اعمالی یعنی انسان افطار دهنده نوشته میکنه.